салом тамошобинони сомонаи оила. медонед дар меҳмонии мо кӣ қарор дорад? мақсуд дадоевро мо имрӯз ба идораи сомонаи оила даъват намудем ба он хотире ки ана ҳамон нақшу нигоре ки дар дастони худ нақшбандӣ намудааст аз забони худаш пурсон мешавем. мақсудҷон мегуфтед барои тамошобини сомонаи оила ки ба чӣ хотир шумо дар дастони худ татировкаи ҳарфи нро намудед? тай ӯ ҳарф номи нилуфар паҷошидагия якум бор синфи 8 будам. خیلی دوست می‌داشتم نمیگفتم میدونید خودشو یادم گفت من ترا دوست می‌دارم گفتم صنف 8 یک گفت مرا گهواره بخش کردن با خدا خیلی ولی کتی رفتم چی گفت داگوش ما گپ همه که یه ماشین اومد زد داگم آیا میشه یعنی که شما نفهمیدم مدت که ماشین با شما بعد خیلی اومد مرا زد من نمیدونم ایش کامر چی را میگیره کو بله عشقی دیوونه که نبودم میگم بکردن میگم دایدا مقصد بعدی که من او را دوست داشتم گفتمش دیگه درس اون عرف دسم من اینه جوچه صنف مونده کدگیم بهم که هر دو یا جویا مشته هر دو یا جویا مشته خیلی صنف دکدگی بودم اول یکم بود من ده صنف مون کدگیم ده پیش چشمش با کدوم لوازمات ها این رو شما نقشبندی میکنید؟ زجگالکه کدی کده بودم یکم بود یعنی که با زجگالکه دست خود رو میسوزونید حرفی نمینویسید؟ سوزوندمش سوزوندم ده پیش چشمش گریه کدگ رفت یک کس دوست می‌داری هیچ خیلی اونجا او را دردی سخت دیگه تو درگان چی نیست او را دوست می‌داری دردی سخت همه بدتر دردی عشق تمام چی سبب شد که شما یک بار جدا شدید؟ بعداً صنف 10 شدیم همه کورسی شد مقصد همه میدونید خونگی و رفتن اثر کردن از صنف 10 آتش گفته که برای خدمت برای و بیو گفته بچه خوب میشه میتونم دخترم صنف 11 باید میشیدم جوی و این کماد رفتم عریضه نوشتم که من خدمت میرم گفتم برای چی اولی پچه گفتم خیلی خدمت میرم در براولی با چی خیلی با خویش خیلی عریضه نوشتم که من خدمت میکنم کلون کنم من خدمت رفتم خدمت اکنم خدمت تبود کردم یک کس چی کردم یک کس دودنی شدی یا چی کاری شدی رفتم نشانش دادم گفتم نمی دستای مرا دیده این گفتم من خیلی دوست میتونم که دستم هم خیلی کدگیم نکی گفتم خوشبخت چه روزی توی این حادثه شد خدوان خوشبختم که نگفتم نیلوفر خونه شوهر رفت مقصود باز باقی مانده اعضای بدنش رو حرفی ننوشت شو کرد یعنی این زیر چیدم دا فصلت نمیاد سه حرفی نه دیگه در تنه هم کردم پیش ای تویش بود بسیاریش شب ده تاش چند تاش تمام خیلی سوزون وقتی که مقصد خیلی دردی او مقصد ترامه سوزونه کو دردی تنه تر ایست نمیکدیده و همون خاطر سوزوندن او بزی بوده اینستاگرام دانه ایستانده گفت اکن نمروی وای برتنه بیتی گفتم چی با گفت خیلی چی را پرسم گفت من مخلصی توی گفتم اخی من حافظ نباشم یا اگه چیز دیگر نباشم تو چی خیلی مرا مخلصی گفت من هم خالی کردنیم گفتم دو درجان در کار نیست نه که خیلی چی در کارای گفتم امیر من کردم گفتم یگام چی ندیدم بودن حالتایی که مثلا دخترانی عاشقی که پیدا شدن اظهار محبت کردن شما رد کردید بدن مقصد با فکری مکی یا باربار شونم خیلی 10% برای دل گاب میزنم برای خیلی دوست داری 30-40% دیگریش برای خلیگانی درس کی کو فخر میکنن قتل میگردن و کاولری من خیلی من اسپیتات کدگی چیز دادم بیشتر در کدام اعضای بدن خود شما همین حرفی نه رو نقشبندی کردید؟ دستم نکردم فقط دستو اعضای بدن تمام یگون ایزی در پایم هست میون بالا در شما ایزی برای خواننده ما نشان داده میتواند که ببینند باز اینا من دست من نشان دادم نه کدگیم نه ستاش متواری شد علامون اسباب‌هایی که در دست شما نقشبندی شدن فقط زجگالکه هستند یا که زجگالکه کتی کدگیم تمام فقط زجگالکه کتی کدگیم شما در آینده نزدیک مثال وقتی خانه‌دار میشوید یگان مرتبه فکر کردید که همسر آینده شما مقصد با حرفی نه نامگذاری شده باشد؟ تا فکرم بود که یگان مقصد دختر را میگیم که حرف نکته باشه مقصد دوست می‌دارن تو زیر مقصد نکی خیلی نه پروژه گاب میزنم قطشون
کم ترک دیرت فید میتیان که تلفن نمیبرداره کو یا بر دیدگی که چیه پرابلم ای چیزا شما شنیدیم که در همین بابت نیلوفر چندین رپرها هم سرود خوندن. شما از اونها خوش کردید؟ مراد دفرم از اون تخلصی را لیکتیه که او خوندگی ای او جورا مایراد نو یکا تا مکای هم دو در خیلی برادر خونی ای من مایده یکی خیلی رادنو ای لبوی در لبوی وازبینی ده قطیم بداده اون چیزی که سروید همه از دل خودی مقصود بود. تو چیزی که خوندگی درد و از بوی را در پیش میدیدگ مقصد از بوی که میکشدیم میدیدگ با همون خاطیر چی کردن تو چی خوندگی هیستوریای مرا و من خیلی فنتم مکمودکی او هم مقصد نیلوفر میخونه و هم نیلوفر را دوست میدارم من تا قامو را گوش میکنم. باوری کامل دارم که شما الکی از این همه سیر و اسرار آگاهی بیفتید و خدا کند که این چیز در حیات شما رخ ندهد و مقصود هم نمیخواهد که دیگران از او درس عبرت گیرند، برعکس او میخواهد که این کاری که این امروز نشان داده است شما نیز دست نزنید.